لو كنت آمرا احدا ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها تعظیما لحقها. اگر گفت، ای مرد خدا گفت، ای دوست خدا، اگر سجده کردن انسان را جایز میشد، هر آینه امر میکردم این که زنها شوهرهای خود سجده کنند تعظیما لحقه، یعنی از روی آن عظمتی که خدا به این مردها داده است، این بزرگی که خداوند به مردها داده است، اگر سجده کردن انسان جایز میشد، ای دوست خدا، من امر میکردم که زنها در پیش پای شوهرها سجده کنند. لیکن افسوس که انسان سجده کردنش جایز نیست. این هم یک حدیث پیغمبری خدا دلالت بر چی میکند؟ دلالت به بزرگی مردها میکند، دلالت به عظمتی شما میکند که باید این بزرگی و این عظمت هر مرد در خانه خود باید صاحب باشد. رسول اکرم میگوید اعظم الناس حقا علی المرأة زوجها و اعظم الناس حقا علی الرجل امه. با مردها از همه در حقوق بلند کی دارند؟ مادرهاشون دارند. پیغمبر گفتند از همه حقوق بلند در ذمه مردها این حقوق مادرشون میستد که باید مادر را به نهایت احترام کنند، بعد از آن پدر. لیکن اعظم الناس حقا علی المرأة زوجها، پیغمبر گفتند بزرگترین حق بالای زنها این شوهرهاشون میستد. بین تا زمانی که اونها شوهر نکرده بودن، بزرگترین حق پدر و مادر و برادرش داشت. لیکن وقتی که زن شوهر کرد، آن حقوقها همه بیکاره شد، بلکه همه حقوقها رجوع به سوی شوهر کرد. دیگر از پدرم دیده، از مادرم دیده، از برادرم دیده، در نزد زن باید که شوهر با قدر باشد، باید که سخن شوهر در سطح اول ایستد، نه سخن پدر و مادر و برادرش. بین اگر ما و شما مختصرخوان باشیم، کتاب طلاق نظر کنید، اگرچند این عباره مختصر شرح الوقایه میگد، هدایه هم تصدیق میکند که مرد وقتی که زن میگیرد حقوق دارد که برای خسر و خوشدامنی خود، یعنی پدر و مادر زن، فرمان برآورد که شما حقوق دارین که در این جمعه به این جمعه یک بار دخترتان زیارت کنید. این شوهر حق دارد. این عباره مختصر است. میتواند مردها چنان وظیفه دارند که پدر و مادر زنش گوید که از این جمعه به این جمعه یک بار دخترت زیارت کنه خلاص. لیکن دادری او را، برادری او را، عمک و تقا و خواهری او را شوهر حقوق دارد. میگوید مختصر میگوید که در یک سال یک بار اجازت چون دهد. میگوید که در یک سال یک بار حق دارین که آمده این خواهرتان است، اپتان است، خیشتان است، شما خبر گیرین. این حقوق های شوهر است. این عظمتی شوهر را نشان میدهد. این حقوق خداوند به ما و شما داده است. این نه داده یگان حاجی است، نه یگان پیشنهاد شیخ داملا است، نه پیشنهاد یگان قانون حکومت است، بلکه پیشنهاد خدا و پیغمبر اوست که خداوند این بزرگی و این عظمت به همه شما داده است. باید که شما از این قانون خودتان استفاده برین، شما گناهکار نمیشوید. حضرت انس میگوید که پیغمبر خدا گفتند ایما امرأة صلت خمسها و صامت شهرها و احسنت فرجها و اطاعت بعلها فلتدخل من ای ابواب الجنة شاءت. پیغمبر خدا چنان حدیث بیان کردند که کدام زنی که اگر خواهد که فردا به یگان سؤال و جواب وارد جنت شود، مرحمت این سخن معلمش، این سخن پیغمبرش برای او چی است؟ برای او دستور است. پیغمبر خدا گفتند کدام از زنی که ایما امرأة صلت خمسها، اگر 5 وقت نمازش ادا کند، به نهایت زنهای نمازخوان کم است، به نهایت کم است.
هزارها افسوس که بعض از برادرهای نمازخوان ما شکایت میکنن که با این زنی بی نماز چی کار کنیم؟ 5 سال شد، 10 سال شد، صبر داریم، تعلیم میدهیم، سخن ما نمیگذرد. زن ما نماز نمیخواند، هرچند حرکت میکنیم گاه میخواند گاه نمیخواند، مرا بیند میخواند مرا نبیند نمیخواند. افسوس که این گونه زنها، چندین زنها را جنازه کردیم، جوان دختر هم بود، میان ساله هم بود، لیکن وقتی میپرسیم در وقت دوره کردن نماز میخوان؟ نه، نماز نمیخوان. پس برای آدمی که نماز نخواند، وقتی که فرق در بین مسلمان و کافر نماز که باشد، پس دوره ملا و جنازه ملا و ختم ملا و این خیر احسان 1 ساله برای او چی فایده داشته باشد؟ چی فایده داشته باشد؟ وقتی که نماز به نماز از شیطان دیده پستر باشد در قدر، یا خوک که در 4 جای قرآن خدا حرامش گفته است، وقتی از خوک دیده که پستر باشد، پس چی جای دیگر بیان کردن است؟ پیغمبر میگوید کدام زنی که نماز خواند، نماز به وقتش ادا کند. امروز زنهای ما و شما را نظر کنید، اگر یک معرکه باشد میروند از ساعت 11 یا 12 می نشینند، عصر میگذرد به شام می آیند. کنیم اونها را از امون خاندان پرسین که کدام همین نماز خواند؟ هیچ کدامش نماز نمی خوانند. چی نماز پیشین هم فوت می شود، چی نماز عصر هم فوت می شود. اگر وقتی شام باشد شام شب نمی خوانند. لیکن در این کی گناهگار است؟ شوهرها گناهگار هستند. در این شوهرها گناهگار هستند که باید که زنها را تأکید کنند، زنها را تأکید کنند که وقتی نماز نماز است. هر یک معرکه‌ای که میروی تو در او خاندار نه دختر هستی، نه کلین هستی، نه زنی او خاندار هستی. همین 1 ساعت 2 ساعت نشین خانه بیا بس. همون خاندار هم شما هستین، ما هستیم. کدام ما و شما را میفارد که یک مهمان آمده 10 ساعت در خانه من نشینه؟ با علل خصوص مثال همون توده‌ای که بجز غیبت، بجز گپی بیهوده چیزی در بین اونها وجود ندارد. این حقیقت است، باور کنین. پیغمبر میگوید کدام زنی که 5 وقت نماز خواند و صامت شهرها، وقتی ماه رمضان آمد از روزه ماه مبارک روزه گیرد، و احسنت فرجها، و این زن چنان زنی باشد که چی در نبودن شوهر چی در حضور شوهر اگر خودش را از زنا حمایت کند. چند جوانها سوالها بیچاره نویساندند، رویکی میآیند خبر میدهند که برادر عزیز 1 ماه از خانه دور بودیم، الکی با همسایه یک جایه شدند. به خدا قسم باور کن چندین جوانها، جوان پسرای نماز میخوان بیچاره در همین قوم هستند. 1 ماه فقط ندیدیم. یا اینکه بعضش بیچاره میگن 6 ماه روسیه رفتیم، برای شکم همین زنی خود رفتیم، برای شکم فرزندهای این رفتیم، آمدیم الکی که آوازه هست که زنی تو بی ترتیب شده است. و احسنت فرجها، و اگر فرج خدا از زنا نگاه بدارد، میگوید پیغمبر، چی در بدن شوهر چی در نبودن شوهر. یک جوان میگوید که دامله عزیز میگوید وقتی من زن آوردم همون شب الکی معلوم بود که این زن من دختر نبود. راستی بار همین سیره پوشانیدم. دلم بر دختر و به اولاد دختر نسوخت، میگه دلم به مالم سوخت که مالی بسیار خراجات کردم، بسیار توی کلان کردم، دیگر دویم باره قوت زن گرفتن ندارم. همین سیره پوشانیدم. من گناه کردم یا ثواب کردم؟ این به طبیعت تو وابسته است. اگر سیرش پوشانده باشی و زندگی هم که کنی، اسلام رخصت میدهد.
لیکن من در این باب هیچ گفتم نمیتونم. راستی بار بی نهایت درد میکند و به سوی خدا هم توبه میکنم که چنون یک جامعه خیلی پلید و فساد شده است که بیچاره جوانها زنی مناسب هم نمییابند. میگوید از بین، همین جوان میگوید از بین 2 ماه گذشت، همین زن یک روز برای من فریب داد که در خانه مرا تلفن کردن که تیز به خانه را بیا و میگوید من رخصتش دادم که رو خانتان. میگه وقتی که این رفت، میگه یک همسایه میگه خبر داد که همون زمانی که میگه از خانه تو برآمد، همون جوانی که پیشکی قطعی همین دادگیری داشت در ماشین همون سوار شدند و رفتند. این معامله زنهای امروزه ما و شما. وقتی این جوان میگه من رفته از پدر و مادرش پرسیدم که دختر کجاست، گفت خانه ما نآمده است. رسول اکرم میگوید و احسنت فرجها، اگر زنی که 5 وقت نماز خواند، روزه ماه مبارک رمضان دارد و اگر خودش را از زنا نگه بدارد و اطاعت بعلها، که این خلاصه را بینین، خلاصش چی است؟ بعد نماز، بعد روزه، بعد خودش را از زنا نگه داشتن، اطاعت بعلها، شوهرش اگر اطاعت کند داخل شود جنت را از 8 دری که میخواهد. از کدام دروازه‌ای که میخواهد، همه دروازه های جنت برای این زن حلال است، مرحمت وارد جنت شود. لیکن اگر زن نماز خواند، روزه گیرد، تهجد خوان باشد، خدا ترس باشد، بر زنا دست ندهد، لیکن شوهر از او راضی نباشد، وی وارد جنت نمی شود. همه حل کننده برای شوهر فقط چی هست؟ این راضیگی شوهر است. باید شوهر از او راضی باشد. چگونه که پیغمبر خدا میگه رضا الزوج فی رضا الله و سخط الزوج فی سخط الله. اینو پیغمبر خدا گفتند. حدیث پیغمبر است که رضاگی شوهر رضاگی خداست. اگر کدام زنی که خواهد که خدا از او راضی باشد، شوهر راضی کند. و غضب خداوند غضب شوهر است. اگر شوهر بالای کدام زنی که غضب کرد، خداوند بالای او زن البته غضب میکند. میگردیم به حقهایی که شوهر بالای زن دارد. چه حقها دارد؟ حقها این است، شاید یک حقش برای شما بیان میکنیم، ممکن وقتم انجام یاد. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم ان من حق الزوج على زوجته اذا ارادها على نفسها وهي على ظهر بعیر ان لا تمنعه. من این حدیث بسیار روشن برای شما بیان میکنم، اگرچند که بعض نازکی ها هم در بین دارد. بعضی شاید برادرای ما میگویند که در کسیته ها در باب همین خانه‌داری و دیگر صحبت نکنید، لیکن امروز من مجبور شدم که در باب خانه‌داری هم صحبت کنم. زیرا در باب خانه‌داری حتی ضعیف ها آمدن در نزد من شکایت کردند که امروز جوان ها چنان به آداب شدن که همون برنامه‌های تلویزیونی غربی را در خانه‌داری استفاده کرده ایستادند. برادرای عزیز اجتناب کنید. لباس هاتون غربی کردید، لباس های دختراتون غربی کردید، سرهای دخترهاتون و سرهای خودتون، موی های خودتون به غربی ها تشبیه دادید، معرکه هاتون از غربی ها گذراندین. امروز خانه‌داریتون هم تقلیدی بر همونها میکنید. خدا رحمت کند محمد اقبال لاهوری را میگه خلق را تقلیدشان برباد داد، ای 200 لعنت بر این تقلید باد. کدام خلقی که پیرو تقلید مردم غرب می شود، میگه او سری خودش او ملت میخرد، ای 200 لعنت بر این تقلید باد. ای 200 لعنت خدا بر همون شخصی که مقلد مردم غرب می شود. همه معرکه های ما و شما امروز غربی شده است. حتی خانه‌داری را امروز جوانای ما و شما از همون تلویزیون یاد گرفتن. اونا پلید هستند، با اونها راه ندهید. صد افسوس که همون توصیه های موی سفید ها و کمپیر های پیشین گم شده است.
و الا دختر پیش از شوهر دادن طرز خانه‌داری را مادرش بیانش میکرد. یا جوانی که برای زن گرفتن تیاری میدید، برای او پدرش بود یا یک مرد خیرتمند برای آگاه میکرد که فرزند من این گونه با زن خود معامله کن. نه امروز دستورهاتی که امروز در تلویزیون برای ما و شما برآمده است، اینا همه حرام. اینا رو نظر کردنشون حرام است. کجا با وقتی که شما در زندگیتون استفاده میکنید؟ چی به حیایی است؟ وقتی این صحبت من در نزد یک قوم کردم، یک بچه بگیم نافهم گمراه میگوید من از زبان یک داملا شنیدم که گفت که زنهای شما کیشدار شما هستن، هر خیلی که میخواین کیش کردن بگیرین. خداوند در قرآن میگوید استعیذ بالله نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم ان شئتم. در اصل خدا میگوید که نساؤکم حرث لکم، زنهای شما مزرعه شما هستند، کیشزار شما هستند. فأتوا حرثکم ان شئتم، کیش کنین در زمین خود هر گناهی که میخواهید. اینا مفسرای ما و شما میگویند مقصد از کیش کردن و زراعت این گرفتن حاصل است، که حاصل از موضع حاصل برای همه ما و شما معلوم است، موضعی که فرزند تولد می شود، نه دیگر موضع زن. دیگر موضع های زن برای ما و شما مزرعه ما و شما حساب نمیخورند، اونا کیشزار ما و شما نیستند. بلکه باره میگه حضرت عمر نزد پیغمبر آمدن، گفتن پیغمبری خدا من هلاک شدم. گفتن چگونه هلاک شده ای عمر؟ گفت در وقت خانه‌داری بار ما کج گرفتم. رسول اکرم گفتن اقبل و ادبر. عمر گفتن از پیش بیا از پس بیا، لکن در موضع حاصل بیا. از حیض و از دبور از پس اجتناب کن، هلاک میشوی. امروز جوان دخترها و جوان پسرها را نصیحت کردن در کار که حالت حیض حالت خانه‌داری نیست. این خدا در قرآن حرام گفته است که در حالتی که زنها بیمار باشند مردا حقوق ندارن که خانه‌داری کنند. گناهگار میشوید شما. تقلیدی بر اینها نکنید، پیروی به آنها نکنید. آن چیزی که در تلویزیون برای شما امروز نشان میدهند، آنها را دیدن برابر نفرت شما بیدار شود. آنها به خدا قسم این کیناهایی که برای شما نشان میدهد، این تله سریال هایی که برای شما نشان میدهد، این برنامه هایی که برای مردم مسلمان آماده کردن امروز ما تماشا میکنیم، اینها همه به مقصد از اسلام دور کردن ما و شما است. اینا برای نیک بخت کردن ما و شما و نیک احوال شدن ما و شما نآمدن. امروز مردم ما و شما دزدی را از کجا یاد گرفت؟ از همون کینه ها یاد گرفتن. چگونه بانک ها را دزدی میکنند، چگونه خانه ها را دزدی میکنند، چگونه اعضای انسان را میبرند، چگونه آدم را میکشند. همه اینا از کینه ها یاد گرفتیم. از همون که امروز میگوید مردم مسلمان تروریست است، انا همونها ما یاد گرفتیم. زنها را برهنه کردن برای چی؟ تا که دخترای ما و شما بینند ذوقشان بیاید. مرحمت انا زن گفته که امروز مردم ما و شما مرحمت تأثیرش رسید. از اونها پیرو نشویم. پیغمبر خدا گفتند یکم حقی که مرد بالای زن دارد این است که هر وقتایی که اگر مرد خواهد که از زن خود استفاده کند، خانه‌داری کند، و هی علی ظهر بعیر، اگر زن گفت از پیغمبر در پشت اشتر سوار که باشد، ان لا تمنعه، اگر مرد او را گوید که بیا کام دل مرا برار، بیا همراه من همخوابه شو، رسول اکرم گفت که حتی همون زن باید که از بالای اشتر پایان شود و شوهر خدا باید راضی گرداند. یکم حقوقی که مردها بالای زنها دارد. من در چندین
صحبتان برای شما بیان داشتم که حتی یک جوان بیچاره مثال از زن گرفته است، لیکن زن برای خانه‌داری کردن با این جوان، حالا که شوهرش است، شرطنامه مانده است، شرطنامه ماندگی است، این همین کار انجام میتی من راضی میکنم، اگر نکنی من راضی نمیکنم، اگر فلان چیز میخری، اگر خریدی مرحمت، نخریدی من قطعی تو امشب خواب نمیکنم. اون جوان میگه من مجبور شدم داملا که اینو طلاق میتم، راه زنا را برای خود پیش بگیرم. بین سبب ناراضی کردن همون زن برای شوهر ببین چی حاصل میدهد. اینو پیغمبر خدا برای یگان شهوت پرستی نگفتن، بلکه از روی تجربه ها میدانستن که یعنی حالتی که مرد از زن که طلب کرد همون زمان باید که زن او را راضی گرداند، و الا اگر راضی نگردانید مثل این خواهر اگر شرطنامه بازی کرد، این مرد مجبور میشه که به زنا دست زند، دیگر با این زن زندگی نمیکنه. این حرام یک لذت دارد که دیگر هزار اگر زن بعدی او معامله هم که کند، دیگر این شوهر به او رام نمی شود، باز دیگر دختر را میکوبد، باز دیگر دختر را میکوبد، لیکن سبب بدبخت شدن همین شوهرم همین بدبختی زنش می شود. پیغمبر گفته ایستاده است که اگر بالای اشتر که سوار باشد، شوهر که میل کند باید که او پایان شود و شوهری خود راضی کند. رسول اکرم میگوید اذا دعا الرجل امرأته الى فراشی فلتأتیه و ان كانت علی التنور. این حدیث متفق علیه است. وقتی مرد اگر به سوی زن اشاره کند که ای زن من اشتهای ترا دارم، اگر زن در حالت نانپزی هم که باشد نانپزی را ترک کند نزد شوهرش بیاید. این از توصیه پیغمبری خدا. انشاءالله در این باب باز جمعه آینده صحبت میکنیم، زیرا حقهای زیاد در باب این شوهرها هست و دوست می‌دارم که این هر یک کسیته هایی که می شود در باب احترام شوهر، افسوس که امروز خواهرای ما و شما بیچاره محروم از مسجد هستند، محروم از موعظه هستند، محروم از این معرکه های خیر هستند. شاید که خداوند باز این وسیگی و این یک دیگر فهمی را روز بالای ما و شما بیارد تا که اونها هم از صحبت ما و شما برخوردار شوند، اینها را بردن نزد اونها گذاشتن در کار گوش اندازند. شاید که خداوند در دل آنها یک رحم و یک ترحم و یک مهربانی را داخل کند و شوهرهای خودشان را چکار کنند؟ احترام کنند. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. پروردگار مهربان ثواب این آیت های کریمه، ثواب این احادیث های پیغمبر را در نامه اعمال این جمعیت ما، این گوش کننده ها خدای کتابت بفرمایی و خدای مهربان امروز زنهای ما را پیرو قرآن و پیرو احادیث های پیغمبری خدا بگردانی. خدای زنهای ما را فقط و فقط در اطاعت شوهرهاشان قرار بده و شرم و حیا را پروردگار شعار همه زنهای ما بگردان و شعار خواهرای ما بگردان و جامعه ما را پروردگار را اصلاح بگردان. همه پلیدی ها و افلاسی ها را خدای از جامعه ما دور بگردان و رهبریت ما را، چه از رئیس جمهور چه از رئیس شهرمان که در آبادانی تاجیکستان ما و شما سعی و کوشش ها دارند، خدایا توفیقشان را رفیق بگردان، عمرشان را دراز نگه بدار، هر مراد و مطلوب هایی که دارند خدایا حاصل بگردان. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا و کفر عنا سیئاتنا و توفنا مع الابرار برحمتك یا ارحم الراحمین. برادرای عزیز، اینجا چند برادر، یک برادرمان بهرام، یک بابای فتیلا حاجی تیلا را فرزندش استاد جورخان از همین محله، برادرمان خود بنده و این برادر جمشید و اینجا اکی حقی سفر با بابای مریم گفته و برادرایی که باز در این صندوق خیریه خیر احسان کردن. این مبلغایی که الحال گذرانیدن امروز در همین کلاب ما و شما یک قرآن آوردن از اولادهای حضرت امیرجان بود، از دستخط خود حضرت امیرجان از خیلی راه دور آوردن و مبلغ همو را $400 گذاشتن و همو را گفتن که یعنی خریداری کند مسجدهای شهر. همین $400 مسجد شهر همش
جمع میکنن، برده در دست همون شخصیت میتیم و همین قرآن دستخط حضرت در خود همین موزه‌ای که الحال در حضرت امیر سید امیر جان هست در همون جا برده در زیر شیشه میگذاره. از این خاطر گفتن از همه نمازخوانها مراجعت کنید که در همون صندوق‌های خیریه‌ای که داریم کدامش که میخواهند که یعنی حصه شون در خریدن می قرآن گذارد، در همون صندوق‌های خیریه میتوانند که چند مبلغ 1 سوم دارن 2 سوم دارن پرتاین، اینها را ما برده در همون حکومت میگذارونیم. همون قرآن در همین مزار حضرت امیر جان میگذاریم. این یک چیزی با برکت قرآن است، یگان این چیزی دیگری است، فقط باز دستخط است. و برادرانی که خیر احسان ها کردند، خدای مهربان عمر دراز و تن صحت و خاطر جمع نصیب شان بگردانی. آمین یا رب العالمین.